برادران الاسلام، ما و شما در عرفه روزی ارتش ملی هستیم. ولی موضوع در باره ارتش ملی هست. هر دولتی و هر حکومتی و هر ملتی فعلا در همین عصر، حتی در عصرهای گذشته هم، آبروی و شأن و شرف و قیمت و قدرش در دنیا یا در سطح بین المللی وابسته به قدرت تواناییش است. ولی خصوصا در همین عصر می‌بینیم که همون کشورهایی که ذره اگر ضعیفی و ناتوانی داشته باشد، می‌بینیم که دیگران تجاوز میکنند در اون خاک اون کشور و چه کارهایی رو به خاطر منفعت‌های یا پلیتیکی و سیاسی و دیگرش کارهای انجام نمیدهند. این بسیار بدبختی هست. برای همین مسلمان ها باید ارتش داشته باشند، باید قوی باشند. پیامبر علیه السلام میگویند که المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر. پیامبر علیه السلام میگویند که مؤمن قوی، نیرومند، از مؤمن ضعیف برتر و بهتر است. ولی مؤمن قوی در علم، مؤمن قوی حتی در دارندگی و ثروت، مؤمن مسلمان باید دایم کوشش کند که قوی باشد، از جهت علم، از جهت جسم، از جهت روح و روان، از جهت فکر و از همه جهت باید که مسلمان قوی باشد. مسلمان باید هیچ وقت ناامید نباشد. خصوصا عسکر بچه‌هایی که در خدمت حربی هستند، در صف خدمت هستند، در صف ارتش ملی هستند، باید بدانند که اونا در یک از بزرگترین عبادت قرار دارند. باید ایمان و اعتقاد و اخلاص داشته باشند که در یکی از بزرگترین عبادت‌های پروردگار قرار دارند که هر لحظهش اجر دارد، هر لحظهش پاداش دارد. اگر خداوند عزوجل 70 سال دیگر، 80 سال دیگر عمرش داده باشد، از آن همون 2 سال خدمت حربی که هست، از آن همین وابستگی زیاد دارد. چرا که این خدمت حربی یک مدرسه شجاعت، جوانمردی، غیرت، ناموس این هست. هیچ چیزی بیهوده نیست. بدخواه نباشیم، خیرخواه باشیم. در عموم خصوصا جوانانی که در صف ارتش هستند. از پیامبر علیه السلام سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه حدیث روایت میکند که این حدیث در صحیح مسلم روایت شدگی هست. میگوید که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول رباط یوم و لیلة خیر من صیام شهر و قیامه و این مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. سلمان فارسی میگوید که من پیامبر علیه السلام رو شنیدم که گفتن یک روزه رباط یوم و لیله، یک روزه خدمتی که خدمت میکند. رباط یعنی چیز؟ حالا سرحدبان، بنگاه چیز سرحدی در خدمت حربی هست. یک روزه خدمتش میگوید، یک روزه خدمتش بهتر از روزه یک ماه که یک ماه روزه میگیرد و شبایش عبادت میکند. مبادا اگر در این خدمت حربی شهید شد،
این عملش، این اجر و پاداشش بردوام برایش نوشته می شود، عملش ختم نمی شود. هر انسانی وفات کرد تمام اعمال نامش پوشیده می شود، لیکن اعمال نامه این پوشیده نمی شود، ثوابش می رود، می رسد و همیشه رزقش برای اون می رسد. رزقش یعنی چی؟ خیر و برکت دائمی براش هست. از خیر و برکت الهی یا که خیر و برکت الهی از او قطع نمی شود، همیشه پیوست برایش می رسد. و امین الفتن، و از عذاب قبر، از دشواری های قبر، از مشقت های قبر، از زیر کردن قبر، از این همه در امان است، خاطر جمع است. حالا این یک ماه رمضان و شب‌های عبادتش فرض رو در نظر ندارد، یعنی روزه نفلی و نمازهای نفلی در نظر است. اگر یک ماه روزه میگیرد، روزه نفلی و شب‌هایش عبادت میکند و یک روز در خدمت حربی هست. حالا جامعه مسلمانی تاجیکستان چند فایز مسلمان است؟ 99 فایز، با بعضی حسابا 97 فایز. ولی این عسکر بچه، این جوان که این فرزندی ما و شما، دادرای ما و شما، پیوندان ما و شما هستند، اینو چیکار میکنن؟ خدمت حربی میکنن برای حمایه ما و شما از همه بدخواه و از دیگر حال ببینید قاچاقچی ها و دیگر خطرهای خیلی گوناگون زیاده وجود داره. این همه چیکار میکنن؟ این همه خدمت میکنن و این همه شب و روز برای حمایه وطن و کشور هستند. یا اینکه عموما همه اونایی که در خدمت حربی هستند یا که مقامات قدرتی هستند، برای حمایه آرامی و آبادی این کشور شب و روز مهنت زحمت میکشند. همه این در این مقام، در این عبادت شریک است. ما و شما خوب میدونیم که وقتی که شوروی سابق برهم خورد، تاجیکستان عموما ارتش نداشت. یعنی سیاستمدارای تاجیکستان با خرخشه ها و مشکلی های داخلی و جنگ شهروندی مشغول بودن، همه از بین رفت. خداوند خیر و پاداش زیاد بدهد پیشوی ملت رو. از صفر، یعنی ارتش ملی رو چیکار کردن؟ تأسیس دادن. از صفر، از نل. الحمدلله حالا در منطقه یکی از بهترین ارتش تاجیکستان یکی از بهترین ارتش ها هست که جوانان خیلی غیور و شجاع و بلند و با آر و ناموس در صف این ارتش قرار دارند. باید همه اینا رو ما باید نمازگزارای محترم باید همیشه دعاگو باشیم در حق این عسکر بچه ها و افسرها و عسکرها و همگی و خصوصا پیشوای ملت و تمام اونایی که در خدمت این کشور و خدمت این وطن و خدمت ما و شما قرار دارن. همیشه باید دعای خیر برکت بگوییم، هیچ وقت باید غافل نباشیم. مسلمان هیچ لحظه اش باید که در غفلت نباشد. مسلمان همیشه باید هوشیار باشد، بیدار باشد، همیشه فکر و عقل و اندیشه اش همیشه فعال باشد و زندگیش از روی عقل باشد. حتی در همین حدود اولوی هم پروردگار میگه این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میگه کسی اگر عقلش رو استفاده کند، خانه‌اش رو به یک جنت تبدیل میدهد. فضای خانوادگی، معامله با همسر و فرزندانش رو به یک فضای جنتی تبدیل میدهد. کی؟ کسی که عقلش رو استفاده کند. اما کسی عقل رو استفاده نکند، خانه‌اش رو به یک غمخانه و متمخانه و به یک جهنم و دوزخ تبدیل میدهد. از روی چی؟ از روی استفاده نکردن عقل، از روی خودخواهی و خودبینی و دیگر. در تمام ساحه باید مسلمان عقل رو استفاده کند. از روی عقل و خیرت و دوراندیشی و خیرخواهی باید زندگی کند و همیشه
با ننگ باشد، با عار و ناموس باشد. در این صورت خداوند عزوجل حتمی کامیابی دائمی و عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت را برایش عطا میکند. حالا شاعر میگوید که نگاه کن بدین لشکر نامدار، جوانان شایسته کارزار، ز بهر بر و بوم و فرزند خویش، زن و کودک خرد و پیوند خویش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از اون به که کشور به دشمن دهیم. ننگ و عار و ناموس مسلمان این حمایه از دین و مذهب خودش، از زن و فرزند و مادر و خواهر خودش، از سرزمین و وطن و کشور خودش سینه سپر میکند، لیکن از ناموس و ننگ و عار و ناموسش حمایه میکند. این رو میگویند مسلمانی با ننگ و عار و ناموس، این رو میگویند مسلمانی کامل، این رو میگویند مسلمانی کامیاب. حالا ببینید ملت هایی که پراکنده و همه سرجم نیستند، 10 ساله ها هست که همیشه کشتار و خونریزی و یک دیگر کشی و ظلم و ستم و خونریزی هست. خدا نشان ندهد. ملتی با ننگ و عار و ناموس همه سرجم و متحد می باشند، دست به دست می دهند و همه لشکر و حمایه‌گر اهل و خانواده و فرزند و مادر و خواهر خود و وطن خود می باشند. در مجموع، در عموم، خرد و کلان همه ملت آسوده و آسایشته و سعادتمند زندگی میکنند. شاعر دیگر میگوید که پراکنده لشکر ناید بکار، 200 مرد جنگی به از 100,000. برادران همه این حاضرین دست امید به سوی خودت برداشتند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیک، عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت برسان. پروردگار خودت میدونی که این همه بندگان در این هوای سردی آمدن به امیدخانه، هیچ کدام ما را ناامید محروم مگردان. همه ما را عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان. خصوصا پروردگار همه اونایی که در ارتش ملی و خصوصا مرزبانا و عسکر بچه هایی که در مهنت و زحمت هستند، این مهنت زحمتشون رو به یکی از بزرگترین عبادت تبدیل بده. با عزت و با برکت به نزدی پدر و مادر، پیوندان و اهل خانواده اشون با ننگ و عار و ناموس با سر بلند برای سالم به نزد پیوندانشون بر بگردان. پروردگارا ارتش ملی ما رو همیشه قوی، همیشه بلند، همیشه شجاع، همیشه با برکت در حفظ حمایه و پناه خودت نگه بدار و خصوصا پیشوای ملت که شب روز برای آبادی و آرامی این کشور مهنت و زحمت میکشند، در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.